تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنج شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل‌های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همه خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترامی حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهید شنید که چی عامل‌های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف‌ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف‌های سوم و چهارم کیها بودند و آنها چی می‌خواستند؟ همراه نگاه می‌کنیم به واقعه‌های گذشته و نظر شرکت‌داران و شاهدان آن روزها. اگر درباره این برنامه و برنامه‌های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می‌شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می‌شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. بخش 4. التیماتوم های گفت و شنید صلح. سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل. مرزهای کارپایه مذاکرات. انتخابات قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه‌های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد 3 دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق‌های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب‌ها، پیمان شیوه اجرایش حلنامه‌ها. طرف‌های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پس میز می‌نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان به گره خوردن سبب‌های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می‌دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل‌های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می‌شمارند. آنها می‌گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلحی تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرف‌ها یک عمل مجبوری نمودار میشد. دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه‌ها و ولایت‌ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند.
این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خود سیاسی ها تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهتر هم احساس میشد. از این سبب آنها هم که گرچه تیار نبودند مست با نیتی آن که از همین ورطه خلاص شوند آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده می‌استاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه‌ها به تاجیکستان بود، نه پرابلمی دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همین خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل‌هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشنید سر کنند. ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشنید صلح عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاس خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند خواستار گفتشنید با آنهایی بود که وطن را ترک کردند. علاقه نیمه دوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم شخصان بسیار با حرمت منطقه ها در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدن، هم به مسکو، هم به اشخاباد، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکرجان ظهورов بسیار با چیز با افغانستان باشد سنگ احمد ظهورов بسیار که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته اونجا هم فرستاندیم که یابند قطعاشان گپ زنن و با این واسطه چخیلی گفتم سر میز گفتشنید شینیم با راهبریت اپوزیسیون. برخی از چهره‌های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت قاضی دولت قایم داد و گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محل‌گرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود آنها را ترغیب می‌کردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهورov او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهورov شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است: آسایشته و آشتی ناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت‌های گرم میان امامعلی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شد. ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده از 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمان‌های قریب 1 میلیون مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها
بشناسند. البته در آن روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسانی هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلام کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواست، اینها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم. منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف، رئیس وقتی اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل، و ملاقات اناتولی ادمیشین، نایب اول وزیر امور خارجه روسیه، با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب ادمیشین میگوید گروهی خرد در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفت و شنید یگانه راهی حل است. بنابراین وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت. И вот я тогда убеждал Рахмонова, чтобы он согласился на это, как на первый шаг. و من اون وقت میبایست رحمانوف را متقاعد میکردم که به این کار، یعنی سفر من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون آن وقت نمیخواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و میگفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد، اما وقتی من میگفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده، ملاقات کردم. اما پیش از آن میبایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ میکردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفت و شنیدی ما با تورجانزاده و همتزاده 2 روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد. 2-дневные разговоры в Тегеране, но удалось добиться их согласия. تگ دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود، ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می‌دانست و آتشبس بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می‌کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می‌خواستند، زیرا می‌گفتند در اجلاس خجند با وجود دعوت و وعده‌های برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده کشور را اداره کرده نمی‌تواند، به خصوص در تنهایی. در ظاهر طرفها از صلح می‌گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می‌زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفت و شنید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفت و شنید در نوبت اول به منفعت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی ایبدار می شود. حکومت در این گفت و شنید جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات‌های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه‌جانبه روسیه نیرومندش می‌کردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات‌های کم داشت، اما گفت و شنید برای صحنه‌ای بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف‌های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روآ، حکومت میل به آشتی نداشت. وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیا شکست خورد در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود
تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که اشتی ملی بسازد. با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفت و شنید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفت و شنید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دگرباره مالکیت و امتیازها می‌هراسید. ولی اپوزیسیون چی میگفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول آتاخان لطیفی: عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگوییم که حکومت امروزه ما که همه وزرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خوردهای برادرکشی اشتراک نکردن. این آدما هم بی‌طرفن. این یک شرط حکومت موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند در آن ساحه‌ای که آنها کار میکنن، این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند. سلاح را از دست مردم باید گرفت. هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یخیل قوه‌هایی که امروز وزارت داخلی، وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کنه میتوند؟ قوه‌های سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت درباره قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، درباره انتخابات نو انتخابات. در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانرو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب‌های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ می‌گیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونی روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتانی سپرد. قسمی دیگر طلب‌های اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، با مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد میکرد و آنها را خلاف دوره نو مینامید. حقیقتا در غم جمهوریت باشه مگر به همین راه ریم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتایی که SSR بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانونهای بین الملل گریدگر کم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضره گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون ضدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیست. عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را میفهمیدند و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیای نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانست زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دوم دولت آن وقت عبدالمجید دوستیوف میگوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود. ماه اوگوست ما انتخابات پرزیدنت و سرقانون قبول سرقانون ماندیم. تاشکند فریاد کرد که نه قفا بره. اول مجبور کردن همونا که ما هر چه زودتر کنستیتوسیامون را قبول کنیم برای در سسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیای نوی دولت صاحب استقلال در سسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم میکنیم.
وقتی که رفرندوم اعلام کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنیم. این بازی‌های ابرقدرت‌ها. در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان می‌گذاشت و طرف دولت که در نیوکمونیسم و تابعیت مستملکه‌وار بر روسیه و ازبکستان عیبدار می‌شد، نیز به تدریج می‌خواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا، نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتانی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود آورد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد. Всегда, когда мы говорили, они что-то цитировали из, я не знаю, Мархаяма или других. همیشه وقتی با تاجیکان صحبت می‌کردم می‌دیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری‌ها رباعی خیام می‌خواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت‌ها را به راه ماندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلام می‌کرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای می‌نوازد که بوتا تقدیم کرده است. نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روند بود و در حالی که طرفهای تاجیک به ویژه در مشورت‌های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف میگوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است: میخواهیم که بعد 1100 سال خیانت‌های عهد سامانیا و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. اما دولت امروز همونجا خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی قدرت خداشون به کارهای خودشان آورند، به روز خودشان آورند، وگرنه ما را نمیماندن که ما مستقل شویم. گفتم در همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یکدیگر خصومت کنیم، زد و خورد کنیم، ما این دولت نگاه داشتن نمیتونیم. و مثال گفتم، ما ملت نشویم حق دولت داری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پامری باشیم، کلابی باشیم، زرافشانی و حصاری و لیل‌نوبادی باشیم، حق دولت نداریم. دولت ملی داشتن امروز نه پگه پراکنده میشیم. فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من. ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمیشد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند، مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته میشد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تأخیر برپا شدند و این تأخیر به تلاش‌های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبر اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب‌های تحریم شدن انتخابات و رایپرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفعت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، این به منفعت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود. غلبه نکنند هم یک قشر دیگری از جامعه به وجود می آید تا اینکه آنها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون بدهند. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شد، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه بر این زیاده از 30% رأی دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، کسان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارند تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنند، یا که فهمیده یا که نفهمیده. انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نوامبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتگوشنی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیوف تأثیر این حادثه را در سمتگیری‌های روسیه و حکومت تاجیکستان رد می‌کند. یک پست زدن قطعی مادامی که ما علاقه بسیار خونریزی‌ها را دیده بودیم، مثال در خودی قلمرو خدا ما هیچی ما را مجبور نکرد سری میزی گفتو شنیدیم حکومت ها در نظر دارم و یک پست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن و مجبور میکردی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید. من همون وقتا در همه خردترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم. حتی سرکرده های یا که چی گویم گنرال های روسیه برای همون پست زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باطی یا گفتن همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتگو شنیدن، میز گفتگو شنیدن. ولی بعد از حادثه زستوی 12 یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمان او گذرند. و خود آنکه چندین گنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجه روسیه پای هم به قطعه مرزی سریغار سفر می‌کردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید: زستوی 12 واقعا یک تکانی زور سختی در روسیه شدگی بود. از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویمش اونا هم حقیقتا روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسیه هم شناس شدیم. اینا با واسطه برادرای ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود. من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشان دهید، ما نمیخوایم که فاجعه سال 20 تکرار شود. وقتی که بلشویکا باسی مرکزی میانه هجوم کردن و بخارا و سمرقند جا رو گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد. با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم و تکرار شود. ما حتما به وطنمون باز میگردیم.
و шабакаҳои телевизионии Русия аз вазъи ноорому рабуда шудани марзбонони рус хабар медоданд. Похищенных вчера 5 пограничников достигнута принципиальная договоренность о их возвращении в Таджикистан. Переговоры все же продолжаются. В них участвуют команды. Аммо ба қавли Оливер Руа ҳам тағйири бунёдӣ дар мавқеи Русия ва ҳам гардиши дубораи чархи гуфтушунид замоне ба амал омад ки Узбекистон хост соҳиби дастаки ин чарх шавад. Тошканд ки акнун ғарбгаро шуда буд, Русияро ба он айбдор кард ки ба хотири боқӣ монданаш дар минтақа хостори як ҷанги хурду доимии идорашаванда дар Тоҷикистон аст ва ин таҳдиди муҳлике ба ҳамаи кишварҳои минтақа мебошад ва бояд Созмони Милали Муттаҳид ва Ғарб ба Узбекистон кӯмак кунанд то пешбурди гуфтушуниди сулҳи Тоҷикистонро ба даст бигирад ва онро муваффақ гардонад. ин айёме буд ки ҳукумат акнун комилан ба дасти як сулолаи маҳаллӣ гузашта буд ва пас аз шикасти Абдумалик Абдуллоҷонов дар интихоботи президентӣ аксари шимолиҳо аз ҳукумат берун монданд. ба навиштаи пажӯҳишгари тоҷик Азизи Ниёзӣ, сулолаи Хуҷандӣ роҳҳои ҳамоиш бо Бадахшон ва оппозитсионро меҷуст ва дар дили сулолаи ҳоким гармие ба гурӯҳҳои ғармӣ рӯ мезад, яъне иттиҳодҳо дар ҳоли тағйир буданд. فقط به خاطر صلح. من خودم آمدم برای گفتگو، برای همبستگی و بگیم که متحدی ملت تاجیک. فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است. مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند. حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خدمت ما را پیشواز گرفتن. گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن. پوره اجرا نشدن سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته. فقط به خاطر صلح. هر شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.